سلام. خب میخوام براتون در مورد داستان سفرم به کره جنوبی بگم. پرواز 48 ساعته از روم به کره جنوبی توی لیوور ترانزیت توی 3 کشور مختلف و اینکه بیسیکلی چی به سرم گذشت. پروازم ساعت 1 بعد از ظهر بود، بخاطر همین بعد از هاستل هلوش ساعت 9 حرکت میکردم سمت فرودگاه. بعد دیگه من یکم زودتر بلند شدم و چک اوت کردم از هاستل، بخاطر اینکه همیشه یه خورده استرس دارم برای رفتن، مخصوصا اگه توی فرودگاه خیلی بزرگ باشه. یه هوا انقدر گرم بود و منم یه دونه کوله پشتی خیلی سنگین همراهم بود، ولی دیگه چاره نبود جز این که راه برگردی بری سمت ترمینال، چون بعد قطار میگرفتم از مرکز روم تا فرودگاه تقریبا 45 دقیقه تا 1 ساعت با قطار هست. بلیطو از خود ترمینال گرفتم، بخاطر که وقت نکردم زودتر بوک کنم. اگه زودتر بوک میکردم میگم ارزونتر میشد، ولی اگه از خود ترمینال بگیرید حدود 14 یورو بلیط از مرکز روم تا ترمینال قیمتشه. دیگه جامو پیدا کردم. البته اینجا صندلیاشون توی قطارها مثلا چیز نداره، بلیط شماره ندارم، میتونی بری هر جایی که دلت خواست بشی. خیلی منم نشستم و یکم ریلکس کردم. خب الان من توی قطارم، ساعت 9:30 پرواز ساعت 1:10 است. دارم برم سمت فرودگاه. آخرین روز توی اروپا. آره خیلی احساس عجیب غریبی. تمام وسایلم که گفته بودم جمع کردم توی فقط همین کوله پشتی. هیچ کوله پشتی دیگه ندارم. تمام لباسم انداختم تو تمام چیزی که الان با همه 3 لباس با یه دونه شلوار که الان تنمه و این لباس و همه چیزی که دارم از لباس تو خیلیش همش کمراست و لازم بهداشتی و لپتاپم و شارژر و سیم و بلاغیر. از ایستگاه قطار تا خود ترمینال تقریبا 10 دقیقه تا 15 دقیقه راهه. بخاطر همین دیگه همیشه باید خیلی زودتر حرکت بکنی که برسی، مخصوصا اگه پرواز اینترنشنال داری دیگه حداقل باید 3 ساعت قبل توی خود ترمینال فرودگاه باشی. منم رفتم چکین کردم، نفسم گرفتم و رفتم سمت لانج. انقدر که این فرودگاه زرق و برق و چیزای گولی منگولی داشت احساس میکنی که اومدیم مرکز خرید بزرگ. بعد گشت بزرگ توی مرکز خریدشون مغازه ها و این چیزا رفتم نشستم یه کافه گرفتم که اصلا ایده خوبی نبود، بخاطر که کافه همیشه توی فرودگاه قیمتشون 2 برابره. اینجا حدوداً 1 ساعت مونده بود که گیت باز بشه. بعد 1 ساعت ریلکس کردن رفتیم سمت پرواز و صندلیمون رو پیدا کردیم. منم خوشحال. این پرواز تقریبا 5 ساعت بود به مقصد دمام عربستان سعودی. آیی که من خوشخیال اینجا رو هم خبر نداشت که قراره چی سرم بیاد. پرواز 5 ساعت هم خب خیلی طولانیه دیگه. با هر فوتوفنی که بلد بودم سعی کردم این بالشتر یه جوری درست بذارم که بتونم راحت بگیرم بخوابم. ولی خب هر کاری هم بکنی قسمت اکونومیش وقت راحت نیست. خلاصه باید تو کل زمان پرواز زجر بکشی. بعد از 5 ساعت پرواز کلی خسته کننده و ناراحت بالاخره رسیدیم به دمام. اینجا بازم من بدبخت خوشخیال خیال کردم حداقل هند خوب قرار بشه. الان ساعت 9:18 است صبح 3 جولای توی مومبای، هندوستان بزرگ. فکر کردم که این پرواز یکی از سخت‌ترین و متفاوت‌ترین سفرها پروازها کلا باشه، ولی توی دیشب مثل جهنم. اولین ترانزیت از کشور عربستان است تا دمام. انقدر که این آدم، یعنی من
میبخشید اگه این چیزی داره میره میاد، نمیدونم دقیقا مال چیه، ولی بالاخره رسیدم به ترمینال مومبای داخل گیت هم پیدا کردم. منتظرم که 10 دقیقه دیگه گیت رو باز کنن. 12 ساعت تو دونه موش سگیه کرده بودم که چجوری بیام بیرون. نمیدادن بوردینگ پسمون، هزار و چیز بد مسخره بازی. بالاخره بعد 12 ساعت بدون آب، بدون غذا، بدون جایی که راحت باشه بگیری بخوابی، سر کردم. تنها چیزایی که توی اون قسمت فریزون واسه ترانزیت بود یه همین چیز آب بود و به یکی از این وندینگ ماشینایی که توش چند تا اسنک خیلی مزخرف بود که اصلا آدمو سیر نمی‌کردم. تنها مشکل من این بود که بوردینگ پس فیزیکی نداشتم، حالت دیجیتال داشتم و برای وارد شدن به ترمینال مومبای ظاهراً باید بوردینگ پس فیزیکی داشته باشی که به نظر من چیز کاملا بولشیت و مسخره‌ایه. بعد 12 ساعت تموم نشدنی بالاخره بوردینگ پسمو گرفتم و رفتم توی ترمینال. اولین کاری که کردم رفتم غذا سفارش دادم چون حسابی گشنم شده بود. تو این مرحله دیگه زمان مهم نبود چی میخورم چی نمیخورم، فقط یه چیزی باشه شکممو پر بکنه. غذای هندی هم که خودتون میدونید دیگه حسابی تند. دیگه کم کم 1 ساعت مونده بود که گیت باز بشه و رفتم تا گیت پیدا بکنم، چون این فرودگاه هم مثل فرودگاه دیگه حسابی بزرگ بود. اینی که پروازم حدوداً 5 ساعت بود از مومبای به ویتنام. توی این مرحله دیگه انقدر دهنم صاف شده بود که دیگه هیچ چیزی سورپرایزم نمی‌کرد. ساعت 11 به وقت مومبای هند پرواز کردیم به سمت ویتنام. در اون هلوش صبح ساعت 6 به اونجا رسیدیم. فرودگاه ویتنام خیلی خوب بود، نه کاری داشتن نه هیچی. 3 بچه آدم بورینگ پسمون رو دادن و گفتم برو یکم استراحت کن تا برسی به پرواز بعدیت. منم که همیشه خدا گشنه دنبال رستوران بگرد، رسیدم به این ساندویچه که به قیافش میخورد خیلی خوشمزه باشه. شکمو پر کردیم و رفتیم به سمت پرواز بعدی و آخرین پرواز. هم به شدت خسته و کلافه بودم، هم خوشحال که بالاخره تموم شد این 48 ساعت جهنمی. شانسم صندلیای کنارم خالی بود و تونستم حداقل 1 ساعت بگیرم راحت بخوابم. نرسیده به سئول، بعد کلی ماجرا و بدبختی و بیخوابی بالاخره رسیدم. She's fucking finally here. الان 11:20 است. من میرم چکین کنم هاستل. از 10 دقیقه پیاده راهه. بکنم میارزی 48 ساعت توی راه بودن و basically I like it so far.